بیننده اخباری آزادی هستید. سلام، من مومین احمدی با همکارانم خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان را پیشکش میکنیم. امروز 15 ایول است. سرخط خبرها: سیل خرابی آور در تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان باعث مرگ انسانها و خرابی های زیاد شده است. دانشمند آمریکایی میگوید سوءقصد به جان دونالد ترامپ سرنوشت انتخابات پرزیدنتی آمریکا را حل نخواهد کرد. بیست سوءقصد به جان نامزدها و یا پرزیدنت‌ها حتما باعث افزایش دستگیری سیاسی آنها نشده است. گمانبران کشتار در شهر کانیبادام در مرافعه دادگاهی گفتند که زیر شکنجه به گناه ناکرده اعتراف کردند. وای سوتان خسته گفت که من جگرم ادا گردم ادا حتی من یکونم اجام خسته نتونستم قورغم شکستگی. در ناحیه عینی در پی سیل و آب زیاد روز 13 ایول مردی 58 ساله ساکن دهه اسکادر به هلاکت رسید. سیل خانه‌های ساکنان، راه‌ها و مکتب دهه در ناحیه عینی را خراب کرده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده است که اهالی ضرر دیده را به جای بی‌خوف کوچانیده اموال مردم را از خرابه‌ها بیرون کردند. سالهای پیش بارانی که باعث آمدن سیل شود در گرمای تابستان در تاجیکستان ثبت نمی‌شد. چند سال اخیر در تابستان و تیر ماه نیز باران‌های خرابی آور می‌بارد. مقامات این را به تغییریابی اقلیم ربط می‌دهند. در ازبکستان و قرقیزستان همسایه نیز سیل باعث مرگ آدمان و تلفات بزرگ مالی شده است. همکارم خیرامان بقازاده گزارش بر اساس نوارهای کاربران تهیه کرده است. سیل آدم را میبرد؟ نمیدونم. در جنوب قرقیزستان ولایت اوش یک زن با دخترش در سیل غرق شدند. جسد دختری 6 ساله این زن را از ازبکستان پیدا کرده به نزدیکانش سپردند. در ولایت اوش حالت فوق‌العاده اعلان شده است. این نوار از بازار مرکزی اوش است که آب رود بر اثر بارانگری زیاد به آن داخل شده است. سیل با خود ماشین و آدم‌ها را میبرد. ساکنان تلاش دارند خود را نجات دهند. سیل به دکان و مال تاجران بازار آسیب رسانیده است. هنوز ضرری رسیده حساب نشده است. ببینید این واگن پر از مال و محصولات بود. ما برای زمستان ذخیره کرده بودیم. در مغازه هم 2 واگن بار بود. همه را از دست دادیم. این همه مال و محصولات را از دست دادیم. این پایافزار گران ارزش است. چیکار میکنیم نمیدانم. چیزی برای فروختن نمانده است. امیدوارم که حکومت به ما کمک میکند. حکومت اوش گفته است طبق حساب پیشکی 7 ماشین ساکنان را سیل برده به داخل 134 خانه آب در آمده است و دیوارهای 17 خانه چپه شدند. 30 تن از ساکنان به بیمارخانه مراجعت کردند و 2 نفر بستری شده است. سیل خرابی آور در چند ناحیه ازبکستان نیز ثبت شده است. در ولایت اندیجان سیل یک پل بزرگ را ویران کرد. روز یکشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و داوطلب کرسی پرزیدنتی این کشور سابق پرزیدنت دونالد ترامپ از مردم آمریکا دعوت کردند که وحدت را حفظ کنند. یک روز پیش از آن در ایالت پنسیلوانیا دونالد ترامپ از یک سوءقصد جان به سلامت برد. اثنای حمله شام شنبه ترامپ از گوش راستش جراحت برداشته یک اشتراکچی جمع آمد به قتل رسید. جو بایدن دستور داده است که تفتیش مستقلی سوءقصد دایر شده کمبودی‌های خدمات امنیتی در عرصه انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر برطرف کردند. بر پایه اطلاع خدمات کشفی ایالات متحده آمریکا یا خود FBI، توماس متیو کروکسی 20 ساله مسئول سوءقصد بوده است که بعد طرف ترامپ و ازدحام جانبدارانش از سلاح آتشفشان تیر شده است. خدمات امنیتی با تیر جوابی او را محو کردند. پرزیدنت بایدن میگوید در امریکا رقابت‌ها و پیام‌های سیاسی خیلی گرم شدند و حالا وقتی رسیده است که آرامی حکم فرما گردد. در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی پروفسور متیو دالک پژوهشگر تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن تأثیر سوءقصد به جان دونالد ترامپ را چنین شرح داد.
واقعا موج همدردی و دستگیری طوری بود که همانگونه ادامه میکند. با فکرم مثل آن بسیاری ها سوءقصد به جان ترامپ و به وجه عموم خشونت سیاسی را محکوم خواهند کرد. تأثیر میانه مدت و یا دراز مدت آن را نمیتوان پیش بینی کرد. خیلی دشوار است. سببش هم این است که در عصر 20 سوءقصد به جان نامزدها و یا پرزیدنت‌ها حتما باعث افزایش دستگیری سیاسی آنها نشده است. تدی روزولت از تیر به قفس سینه‌اش جان به سلامت برد. او معرکه سیاسیش را ادامه داد ولی بعداً در انتخابات پرزیدنتی ناکام شد. سال 1950 پرزیدنت امریکا هری ترومن هدف سوءقصد قرار گرفت. مردم گمان داشتند که همدردی به او امکان می‌دهد که حزب دموکرات در انتخابات میانه دوره پیروز می‌شود. ولی این حزب در انتخابات شکست خورد. یعنی نمی‌توان چیزی را قاطعانه تاکید کرد. این را هم باید گفت که عادتاً خشونت یک طرف باعث خشونت طرف دیگر می‌شود. درست؟ این خیلی نیست که حمله خشونتبار به وقوع پیوست و در پی آن وضع آرام و خشونت سیاسی قطع می‌گردد. با فکر من حمله وضع کشور را در چند ماه آینده باز هم ناگوارتر خواهد کرد. سپس همکارم تود پرینس از پروفسور دالک پرسید که درباره وضع کنونی مردم سالاری یا خود دموکراتی آمریکایی نگرانی وجود دارد. خوب، وضع دموکراتی در امریکا در حالتهای زیاد نااستوار است. من 10 سال گذشته را در نظر دارم. هر سال کمی بیشتر و بیشتر نااستوارتر می شود. از این نکته نظر مثل سالهای 60 قرن گذشته است. مسئله ها کاملا فرق دارند. بازیگران صحنه کاملا دیگرند. کشور دیگر است. اما نااستواری و خشونت سیاسی مثل آن دوره است. میدانیم این کوشش های سوءقصد به جان ترامپ در جای خالی به وجود نآمده است. خشونت سیاسی خیلی زیاد است. کشتار دست جمعی در بوفالو یا الپاسو یا پیتسبورگ و یا 6 ینور سال 2021 در واشنگتن یا بیشتر از آن خشونت سیاسی در سال 2017 در شارلوتسویل رو به یاد آورید. خلاص به نظر می رسد که خشونت و اکستریمیسم خشونتبار رو به افزایش است. تشکر از دانشمند آمریکایی متیو دالک که به سوال‌های رادیو آزادی درباره تاثیر سوءقصد به جان دونالد ترامپ به انتخابات پرزیدنتی و فضای سیاسی در آمریکا پاسخ داد. و خبری آخرین از آمریکا این است که امروز در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین انجمن حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا دایر می شود و احتمال در آن دونالد ترامپ رسما نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات پرزیدنتی آمریکا می شود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. 3 خانواده در شهر کانیبادام در شمال تاجیکستان از کشال یافتن مرافعه نزدیکانشان در دادگاه ولایت سوخت ناراضی‌اند. یک خانواده جبر دیده و 2 خانواده دیگر پیوندان آنها میباشند که در کشتار عیبدار شدند. حادثه کشتار در کانیبادام 1 سال پیش رخ داده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. خانواده های رجبوف ها و یوسفوف ها 1 سال باز در 10 مقامات را میکوبند و کوشش دارند که 2 عضو این عائله ها را از بازداشت رها کنند. ایوب رجبوف 50 ساله و منصور یوسفوف 60 ساله به کشتار ضیاءالدین کیمسنوف 48 ساله گمانبر می شوند. حادثه شب 30 ایون سال 2023 در زمین‌های کشاورزی هممرز با ازبکستان رخ داده است. پیوندان 2 مردی گمانبر شده میگویند که همان شب آنها به آبیاری زمین‌های کشاورزیشان رفته بودند ولی زود برگشتند. 9:30 رفتن شب بود. سنی همون ما بین 45 анда گشت خانه اومدن. ما وام کردیم این ولی سوارنده شتگی بدیم. اول کلیندم اومدن حدشون برابر اومدن ما دیدیم چی ما کردیم. یک او خبر گیرم نباتی ما گفته بروم رفتم. دیری نشده یک مبانی 40-30 دقیقه باز برگشته اومدم.
مناقشه ناگهانی خاراکتری معاشی داشته سنه 30 ایون تخمین ساعت‌های 22:30 دقیقه ایوب رجبوف و منصور یوسفوف در زمین‌های کشاورزی شهری کنیبادام پهلوی هم زمین داشتند و برای آبیاری آن اکثرا همراه می‌رفتند. ضیاءالدین کیمسانوف کشته شده از آنها دورتر زمین داشته است. خدمات مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق در یک گزارش سال گذشته گفته است که حادثه در پی جنجال آب سر زده و باعث به قتل یکی از آنها شده است. گمانبران قتل در نزد دوربینی مقامات روش حادثه را نقل کردند، ولی پیوندان دو محکوم شده این نشانداد گمانبران را نادرست فکر میکنند و برای تفتیش عادلانه و دریافت قاتلان اصلی به چندین زینه‌های حقوقی مراجعت کردند. سودانده خودشان هم گفتند ما یا یک بار نه، 2 بار نه، 3 بار و یا رژیسور ما اکتور همشه یاد میتیند. ما سانی گفتیم یاد داد همشه سانی گفتیم گفتند همونو نگوییم. اوای حاضر راست پدوالشان بود اسمی راست پدوال به ما گفتیان. خجینم عموما این کیمسانوف دیگه آدم ندیدگی نمیشناسنم یکم بار هم گپم نشدگی و آدم کتی. 9 بار در دادگاه ولایت سوق مرافعه دادگاهی ایوب رجبوف و منصور یوسفوف دایر گردیده است، ولی 3 ماه اخیر به سبب تفتیش دیگر باره مرافعه دادگاهی به تأخیر افتاده است. بود و سوتان خسته گفت که من جگرم ادا گردم ادا حتی من یکونم اجام خسته نتونستم قورغم شکستگی 10 روز من توق بموندم. این مجبور میشد که چیزی کنم گفت اگر میگفت که من کارم گو صاف میشی. همین گپای از خانه خدای سوتان گپ زد. میلسالار کی ولی برعکس گفته های این دو خانواده عائله کیمسانوف از کار مقامات وزارت منطقه‌ای کارهای داخلی و دادستانی قناعتمند هستند. ضیاءالدین کیمسانوف ساکن دهه حصارک شهر کنیبادام روز 30 ایون سال 2023 به طور مرموز گم و قریب بعد از 1 ماه جسد او از غار پیدا شده است. ما ندیدیم، شاید آبروچه و کشادی گفته جنجال کردند. خلاص آنها 2 نفر با بچه من زنازنی کرده بیهوش کردند. شاید کشته بعد به یک چقوری ریگزار پرتافتند. به فکرم پایش را شکستند چون که در جسد این را دیدید. دیگر پایش بود. کلش را در تشخیص معلوم کردند که شاید با بیل یا کلن استخوانش را شکستند. گرفتن نظر ساکنان و دهقانان دیگر به این حادثه مشکل است. هر دو جانب میگویند که تا سر زدن حادثه پیشتر برای آب چنین جنجال را نفهمیده بودند. یک مسئول اداره آبیاری و بهداشت زمین در شهر کنیبادام در صحبت حضوری گفت که بار هم جانبها برای تقسیم آب شکایت نکردند. اما شب حادثه نوبت آبمانی از روی درخواست به زمین‌های ایوب رجبوف و منصور یوسفوف تعیین شده بود. در همین حال طول 1 سال کشال یافتن مرافعه دادگاهی گمانبران هر 3 خانواده را نگران کرده است. جانبها طلب دارند که باید دادرس هرچه زودتر عاملان اصلی حادثه را محکوم به زندان کنند و به این قضیه خاتمه بخشند. این عائله ها در حال از تحقیق عمیق حادثه ها اظهار نگرانی دارند که مقامات انتظامی با گذشت 1 ماه از کشتار 2 خانواده در دیگر دهه شهر کنیبادام اطلاعیه رسمی پخش نمی کنند و شخصان احتمالی به این رخداد پیوند را معلوم نمی سازند. رادیو آزادی وابسته به این موضوع رسما به وزارت کارهای داخلی مراجعت کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کنیبادام. پرچم تاجیکستان را در بازی‌های تابستانه المپیک در پاریژ فرانسه تیمور رحیموف ورزشکار رشته جودو می‌بردارد. رستم امامعلی رئیس دوشنبه در صحبت با ورزشکاران پرچم کشور را به این ورزشکار سپرد. در این ملاقات ذکر شد که به ورزشکارانی که در المپیاد پاریژ 2024 مدال طلا می‌گیرند جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 300,000 سومانی، برنده‌های نشان نقره 250,000 سومانی و صاحبان نشان برنجی 200,000 سومانی را صاحب می‌شوند. و اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. تا دیدار، خدا نگهدار.